قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحرص على الوقت یکی از موضوعی خیلی مهمه که باید طالب العلم به او اهمیتی خاص بدهد و باید که بر او دقت داشته باشد و به او اهمیتی خاص بدهد. این حرص به اوقات خویش است، حرص و متوجه بدن و حریص بدن به وقت خویش، زیرا وقت از همه بزرگترین سرمایه یک طالب العلم است. از همه سرمایه بزرگترین یک طالب العلم این وقت است و یکی از دلایل اهمیت وقت این آیت کلام الله عز و جل است که الله عز و جل می‌فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركته. وقتی که انسان در روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیرد و از اعمالی که انجام داده است، از اعمالهای بد یا که از ضایع کردن اوقات خویش، در اون روز قیامت تأسف میخواد و میگه که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. وقتی که یکی از اونها را موت فرا بگیرد، موت وقتی که به سراغ اونها بیاید، میگفت است که قال رب ارجعون، ای پروردگار من را بر بگردان، نه رب ارجعون، من بر بگردان به طرف چی؟ به طرف دنیا، تا اینکه چور بکنم لعلی اعمل صالحا فيما تركت، باشد که من عمل صالح انجام دهم در آنچه که من او را ترک کردم، در آنچه که من در او کوتاهی کردم و ضایع کردم وقت خود را، پس من را بر بگردان. این تأسف شخصی است که مرگ به سراغش میآید و وقت خودش را ضایع کرده است و از الله عز و جل آرزو میکرد که من را بر بگردان دوباره تا اینکه من عمل صالح انجام بدهم. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از ضایع کردن مال نهی کردن، پس ضایع کردن وقت من باب اولا دلالت بر چه میکند؟ بر نهی بدن میکند، بر تحریم بدن میکند. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از ضایع کردن مال وقتی که نهی کرده باشند، پس ضایع کردن وقت من باب اولا در این نهی داخل است. بله، و سلف صالح رحمه الله برای حفاظت اوقات خویش و تلاش میکردند. اونها وقتهای خود را حصه از وقتهای خودشان را در کتابت، در تألیف، تصنیف و نوشتن صرف می‌نمودند و قسمت دیگر به قرائت کردن و قسمت دیگر به مراجعت کتابها و مطالعه کتابها و قسمت دیگر از وقتهاشان را به تعلیم و تدریس و عبادت و دعوت به سوی دین الله عز و جل اونها صرف می‌کردند. زیرا روز قیامت الله عز و جل من و شما از این عمری که در کجا سپری است از ما الله عز و جل سوال میکند. وقتی که انسان وفات میکند در روز قیامت یک قدم نگذاشته الله عز و جل از 4 چیز از او میپرسد. یکی از اونها این از عمر است که این عمرت را در کجا سپری کردی، بله این وقتت را در کجا گذراندی، و خصوص از جوانی که باز بهترین از اوقات انسان وقتهای جوانیش است که یک طالب العلم خصوصا این وقت این فرصت براش بیشتر دارد. طالب العلم نسبت به وقتهای خودش باید که اهمیتی خاص داشته باشه. متاسفانه امروزه از همه ناچیزترین و به ارزشترین یک چیز در نزد بسیاری از انسانها این همین وقتش است. همه چی پیشش قدر دارد، همه چی پیشش ارزش دارد الا مگر وقت، در حالی که از همه سرمایه ترین چیز انسان این وقتش هست.
زیرا این وقت است که به توسط این وقت به الله عزوجل الله را عبادت میکنی و الله را از خود راضی میکنی، و توسط این روز قیامت مورد محاسبه قرار میگیری و با ضایع این پیش الله عزوجل جواب میدهی. و وقتی که اگر به اوقات خودت اگر که اهمیت دادی و او را تنظیم کردی و او را ترتیب کردی، پس میتوانی که بسیاری از عملها را میتوانی که انجام بدی. یکی از فایده های تنظیم و ترتیب وقت و حریص بدن بر وقت، یک از فایده‌اش هم است که میتوانی که به تمام کارها رسیدگی کرده میتوانی. و اما کسی که اگر به وقت‌های خودش حریص نباشد، به وقت خودش حریص نباشد و امورهای خودش را تنظیم و ترتیب نکند، همینطوری روزش میگذرد، یعنی نمیدونه که چیکار کرده است، اما اگر که با اوقات خودش، اگر با وقت‌های خودش اگر تنظیم کرده باشد، میتواند که یعنی که با خودش و با دیگرها و با حفظ کردن و با مراجعه کردن و با درس خواندن و سپریدن و با تمام کارهاش میتواند که رسیدگی بکند، اگر به شرطی که حریص به وقتش باشد. اما اگر حریص نباشد، انسان نمیتواند که به امورهای خودش رسیدگی کرده بتواند. ابن القیم رحمه الله میفرماید که اضاعة الوقت اشد من الموت، ضایع کردن وقت این سخت‌تر است از موت و از مردن. بخاطر چی؟ بخاطر که لأن اضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، زیرا اینکه ضایع کردن وقت قطع میکند تو را از الله عزوجل و از دار آخرت را قطع میکند. و اما والموت يقطعك عن الدنيا و اهلها، اما موت و مردن ترى از دنیا و از اهل دنیا فقط قطع میکند، اما ضایع کردن وقت ترى از الله عزوجل و از دار آخرت کار میکند، قطع میکند. بله. و همچنین از علامت محبت الله عزوجل این تأسف خوردن بر همون وقتهایی که بدون طاعت الله عزوجل سپری شده است. این از علامت محبت الله عزوجل همین است که انسان با اوقاتی بدون عبادت و بدون صرف کردن به طاعت الله عزوجل سپری شده است و گذشته است، و اونها تأسف بخورد که کاش که اینقدر من وقت ها داشتم، اینقدر من فرصت ها داشتم، اینقدر من امکانات ها داشتم، اما همه اینها را من ضایع کردم، همه اینها در غیر رضامندی الله عزوجل گذشتم. از این خاطر این از علامت محبت الله عزوجل است که انسان تأسف بخورد به وقت هایی که در بدون طاعت الله عزوجل گذشتگی هستند. از این خاطر است که پس من و شما الان الله عزوجل برای من و شما فرصت دادگی است. در حقیقت الله عزوجل برای من و شما فرصت دادگی است، فرصت وقت، فرصت طلب علم. پس این طلایی وقت طالب العلم است. اگر سرمایه شرق و غرب، سرمایه از بزرگترین سرمایه‌دارها اگر جمع بشوند، به اندازه این سرمایه وقتی که داری به این رسیدگی کرده نمیتونند. زیرا تمام مال شرق و غرب جمع بشود، نمیتواند که اون وقتی که تو دیروز گذراندی اون وقت را بخرد و او را بیاورد. زیرا که الان اگر تو 50 سال عمر داشتی، پس بدون که الان 59 سال، 49 سال و 11 ماه و 29 روز دیگر ماندگی است. و اگر شرق و غرب جمع بشود و این قدر سرمایه را صرف بکند برای امون یک روزی که تو دیروز گذراندیش، او را بخواهد که به دست بیاورد، نمیتواند که او را به دست بیاورد. هر سرمایه داری اگر او را صرف بکنی، نمیتونی که اون روزی که دیروز گذشت او را به دست بیاوری. بله، فردا میآید و همین ساعت ها میآیند، اما او فردا غیر از این روز است. و این روزی که گذشت، این را بدان که دیگه هرگز به دست آوردش نمیتونی. این فراموش نکن. همین روزی که گذشت و دی روزی که گذشت، بدان که هرگز این را به دست آورده نمیتونی. از این خاطر هر آنچه که در این روزها کردی، هر عملی که انجام دادی، هر طاعتی که کردی، وقتها و دقیقه ها و وقتت را در راه الله عزوجل در طلب علم که بهترین عمل است گذراندی، پس خوشا به حالت بهترین. و اما اگر اونها را ضایع کردی، بدان که مرتکبی دو عمل بزرگ شدگی هستی. مرتکبی دو عمل، یکی وقتت را ضایع کردی، دوم قدر نعمت الله عزوجل را نشناختی که الله عزوجل برای تو فرصت دادک. این نعمت خیلی عظیم و بزرگ است که در یک عصر فساد و زمان خیلی وخیم الله عزوجل تو توفیق داد و الله عزوجل تو هدایت کرد و الله عزوجل برای تو فرصت داد که تو در طلب علم هستی. این ضایع کردی، یک گناه. دوم قدر این نشناختی که الله عزوجل این به تو یک نعمت بزرگ که طلب علم زدگی هست، قدر این نشناختی.
از این خاطر در ضایع کردن وقت دو گناه است، یکی ضایع شدن خود وقت و دیگری نشناختن اهمی نعمتی که الله عز و جل برای تو دادگی هست. بله، و همچنین یکی از اسباب ذنوب و گناه و معصیت این ضایع کردن وقت است. یکی از اسباب ذنوب و گناه و معصیت این ضایع کردن وقت است. بله، سبب می شود که مرتکب گناه و معصیت بشود و در غفلت بگیرد از ذکر الله عز و جل، از ذکر الله عز و جل. چون که ببین که انسان وقتی که وقتش را ضایع کرد و مصروف به یک عملی خوب و یک طاعت الله عز و جل نباشد، چیکار میکند؟ انسان غافل که فریب میکند شیطان. و شخص کدام وقت مرتکب گناه و معصیت میشود؟ زمانی که وظیفه نداشته باشد و خالی وقتی که قرار میگیرد. وقتی که خالی قرار میگیرد انسان سبب میشود که در غفلت قرار میگیرد و همین غفلت سبب میشود که انسان چیکار بکند؟ مرتکب گناه و معصیت بشود. از این خاطر است که انسان باید که در رابطه با وقت خودش باید اهمیتی خاص داشته باشد. قسم الله بالفجر والضحى والعصر والنهار والليل تذكيرا بأهمية الزمن فمنزلتك في الآخرة هو بما تعمله في هذه الدنيا. الله عز وجل بفجر بصبح والضحى وبالضحى وقت چاشت والعصر وعصر والروز والشب بينها الله عز وجل قسم خودك والفجر والضحى والعصر والليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. بله، فهم إنه الله عز وجل قسم خودك تذكيرا بأهمية الزمن، بخاطر يدور شدن بأهمية زمان بأهمية وقت. فمنزلتك في الآخرة هو بما تعمله في هذه الدنيا. پس میفرماید که پس منزلتت و جایگاهت و مرتبت میگه در آخرت هو بما تعمله في هذه الدنيا، همونی است که تو عمل میکنی در همین دنیا. در همین دنیا چی عمل میکنی؟ پس جایگاه و منزلتت در آخرت همین است. اگر که در این دنیا هیچ عمل نکردی، هیچ وقت جایگاه و منزلت بلند در آخرت متوجه نباش. برای چی؟ برای آن که الان جایگاهت از همین دنیا در آخرت چی است؟ منزلت در آخرت وابستگی به عمل خودت دارد در همین دنیا که چه عمل انجام میدی. و میفرمادم احفظ وقتك. پس ببین که الله عز و جل وقتی که به یک چیز قسم میخورد، الله عز و جل قسم نمیخورد مگر به یک چیز خیلی عظیم و بزرگ. الله عز و جل قسم نمیخورد مگر به یک چیز خیلی عظیم و بزرگ. پس الله عز و جل که به فجر و ضحى و عصر و نهار و لیل و شب و عصر و چاشت و وقت صبح به همه اینها الله عز و جل قسم خورده است، این دولت بر اهمیت وقت میکند. احفظ وقتك واغتنمه بما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. وقتت را حفظ بکن و او را غنیمت بشمار و همچنین غنیمت بشمار آنچه را که برایت نفع میرساند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که احرص على ما ينفعك، حریص باش بر آنچه که تو را نفع میرساند. حریص باش بر آنچه که تو را نفع میرساند، به همون حریص باش. الان طلب علم میکنی، حفظ میکنی، عقیده حفظ میکنی، قرآن حفظ میکنی و حدیث حفظ میکنی، پس ایتر نفع رسانده شده است. بله، به همین حریص باش. واستعن بالله، از الله عز و جل طلب کمک بگیر. بله، مغرور نباش به قوت و توانایی خودت، بلکه از الله عز و جل کمک بگیر. ولا تعجز، و عاجز نباش. بله. سوم من اسباب نبوغ من نبغ من العلماء محافظتهم على اعمارهم بحفظ زمانهم وصحبة صالحة اعانتهم على طاعة ربهم. سوم از اسباب نابغه شدن، بی‌نظیر شدن، عالم زیرک و هوشمند و قوی شدن از کسانی که نبغ من العلماء، نابغه بدن از علما و نابغه شدن از علما، این محافظتهم على اعمارهم، این حفاظت کردن اونها به عمرها و وقتهای خودشان، محافظت کردن اونها به عمرهایشان، به حفظ زمانهم، به حفظ وقتهایشان. بله، اون علمایی که میبینی که به درجه مجتهدی رسیدن و علمای خیلی هوشمند و زیرک شدن، یکی از اسبابشان این حفاظت کردن
عمرهایشان به حفاظت کردن وقتهایشان است. وقتهای خود را حفاظت کردن، وقتهای خود را حفاظت کردن از این خاطر از علمای نابغه قرار گرفتن، از علمای بی‌نظیر و از علمای قوی و از علمای هوشمند قرار گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتهای خودشان را حفاظت کردند. چهارم، کما ان حفظ الوقت سبب في تحصيل العلم فاختيار مكان الخالي من شواغل الذهن سبب في اغتنام الوقت وادعى لكمال الحفظ والفهم. پس همچنان که حفاظت کردن وقت سببی است برای تحصیل کردن علم، پس اختیار کردن مکانی خالی، یک جای خالی هم از مشغول شدن ذهن، این سبب می شود در چی؟ سبب است در غنیمت شمردن وقت است. و ادعا لکمال الحفظ والفهم، و حتی این کامل تر است به حفظ کردن و به فهم کردن و فهمیدن. قال ابن جوزی رحمه الله، ابن جوزی رحمه الله فرمود که ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاط نهر لأن ذلك يلهي. میگه ستایش و تعریف شدگی نیست، ستایش و تعریف شدگی نیست حفظ کردن با حاضر شدن چی؟ خضره، با حاضر شدن در چی؟ در باغ و در بستان. و علی شاط نهری، یا یکی در کنار نهر، این جایها انسان مشغول میکند. بله. پنجم، من حفظ وقته و رزقه الله الاخلاص بورک له فی عمله. هر کسی که اگر وقتش را حفاظت کرده، الله عزوجل برای او رزق اخلاص الله عزوجل براش میدهد. بورک له فی عمله، و همچنین در عملش برای این شخص برکت داده می شود، در عملش برکت داده می شود. قال ابن القیم رحمه الله وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في سننه وكلامه واقدامه وكتابه امرا عجيبا. ابن القیم رحمه الله فرمود که به تحقیق من مشاهده کردم از قوت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در راه رویشش و در کلام و سخنش و در اقدامش و در اختام کردن برای کارش و در کتابت و نوشتنش یک امری خیلی عجیبی را میگه من چقدر من مشاهده کردم. فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. سبحان الله. میگه فكان يكتب في اليوم، در یک روز شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله می نوشتن از کتابت، می نوشتن که ما یکتبه الناسخ فی جمعتین، که یک شخص ناسخ، یک شخص نقل کننده، یک شخص کپی کننده که از یک دفتر چیکار، ناسخ کسی میگه که از یک دفتر چیکار میکنه؟ نسخ میکنه، کپی میکنه دفتر خودش. میگه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله در یک روز میگه می نوشتن که همو کپی کننده در یک جمعه میگه او را نوشتن میتونستن، یا که بیشتر از جمعه. میگه یک شخصی که کپی میکرد از یک دفتر میگه مینویسد در یک هفته چند قبل نویسد، یا اینکه یک هفته بیشتر 8 9 10 روز چند قبل نویسد. میگه یک روزه امون نوشتنی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله را میگه چیکار میکردن؟ نمیتونست که در یک جمعه بنویسدش، کپی کننده در یک جمعه کپی کردن نمیتونست که شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله در یک روز او را مینوشت. پس همه این دلالت بر چی میکرد؟ دلالت بر اهمیت وقت میکنه. کی بدون شک انسان اگر تلاش بکند با وقتهای خودش حریص باشد، انسان اگر تلاش بکند با وقتهای خودش حریص باشد، بدون شک الله عزوجل در وقت همین شخص الله عزوجل برکت میدهد. اگر انسان وقتهای خودش را حفاظت بکند، الله عزوجل رزق چی میدهد؟ رزق اخلاص. و همچنین الله عزوجل در عمر همین شخص و در وقت همین شخص و در عمل همین شخص الله عزوجل برکت میدهد. و چون الله عزوجل برکت میدهد که در مدت خیلی کوتاه بسیار عملها و بسیار خدمتها را برای دین الله عزوجل کرده میتواند. همه به سبب چی است؟ همه به سبب همون حفاظت کردن وقت هست. پس باید که انسان وقتهای خودش را باید که اهمیت بدهد و وقت پیش انسان باید که از همه مهمترین چیز باشد. وقت باید که پیش انسان از همه مهمترین چیز باید که پیش انسان این وقت باشد. اما قدر انشاءالله که اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.